و همچنین در ایران شهر مسئله رخ داد که واقعیت ننگ است برای ما، ننگ است. کودک را میکشند، مادرش زخمی میشود، فرمانده اون منطقه میگوید که اینا تروریست و افراد مسلح بودن. شر بر تو باد. آیا این کودک مسلح است؟ شرم نمی کنی به این جمله که میگویی؟ باید مسئولین امر ما اینطوری جنایتکاران را علنی محاکمه بکنند و اینا را نابود بگردانند تا عبرتی برای دیگر چنین افرادی باشد. ما برای غزه گریه میکنیم، ما اون رژیم را میگویم کودک کش. آیا مسئولین امر صدای مردم را نمیشنوند؟ گریای مردم را نمیبینند، نمیشنوند؟ کرن، کورن، چه بلایند؟